بعضی موقع میشنویم نه الحمدلله که راحت بود، خیلی عذابشو کشید، خیلی درد میکشید، راحت شد. حالا منظورش یعنی خودش راحت شده. اینو نباید بگیم. ما وظیفه داریم تا آخرین لحظه‌ای که عمر داره خدمتش کنیم. شخصی آمد محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت مادرش میکرد، ببخشید مادرشو کول کرده بود تو مدینه. بعد گفت که مادرم آوردمش مسجد، کولش دارم میکنم، حقشو ادا کردم. گفت که اگر خستت شد چه کار میکنی؟ گفت میذارمش استراحت میکنه. گفت اگر مریض شدی چه کار میکنی؟ گفت میذارمش میرم دنبال دوا و دکتر. گفت اگر که خوابت گرفت چه کارش میکنید؟ وقت غذا خوردن گفت میذارمش غذا میخورم، میذارمش میخوابم. گفت ولی تو شکمش بودی مریض میشد نمیتونست بذاردت، میخواست بخوره نمیتونست بذاردت، میخواست بخوابه تو شکمش، یک دفعه نصف شب بلند میشد که مبادا رو شکم خوابیده که تو شکمش خفه نشید. کسی میتونه حق پدر و مادرش رو ادا بکنه؟ چرا این تعبیر درست نیست؟ از نظر شرعی که بگیم خدای دوم انسان پدر و مادر انسانن، این تعبیر حرامه. ولی شخص دوم در وجود انسان پدر و مادرن که نقش دوم دارن بعد از خداوند. اول باید اذن خدا باشه. اینجاست که کسی که پدر و مادرش ازش ناراضی باشه دعاش مستجاب نمیشه. و نفرین پدر و مادرم خیلی خطرناکه. نفر سوم بلند شد گفت بارالله من اجیری داشتم، کارگری آمد یه روز دو روز پیشم کار کرد، روز دوم حساب و کتابش کردم که اینقدر پولت میشه یک هفته هر چند روز. گفت بذار پولم مزدم پیش خودت باشه میرم برمیگردم. مزدشو به من سپرد، نگرفت. هی یک سال دو سال چند سال طول کشید نیامد. من این مزدشو به عنوان امانت به خاطر که قیمتش کم نشه خرید و فروش کردم، برای خودش تجارت کردم به نیت خودش. اون کارگره گله خریدم، گاو فلان، این طرف اون طرف، برده پارچه فلان. خدا تو این مال برکت انداخت. بعد از چند سال که من هم تو سرگردان بودم که این امانت رو من چه کار کنم، حالا خیلی امانت بزرگ شده رشد کرده، از قضای ربانی یک نفر آمد گفت که فلانی یادت میاد چند سال پیش دو سه روزی یک هفته کارگری کردم در خونت، آمدی مزدم بدی؟ بعد گفتم بذار باشه. خیلی از برادران و مهاجرینمون نگاه صندوقی دارن، نمیتونن حسابی تو بانک داشته باشن و کارگری میکنن پیش همین همسایه ها، کسانی که میشناسن پولشونو میگذارن. 50 تومن کار کردن تحویل میدن، 100,000 تومن کار کردن تحویل میدن، 500,000 تومن کار کردن تحویل میدن. شیخ آخر سال که میخوام بریم این پول ما بده تا بریم. آدمی زاده که نمیدونی که. از اینجا رفت تا حاج آباد مرد، کسی هم دوستی حالا این پول دو دستت مونده چه کار باید کرد؟ بعد از چند سال برگشت گفت یادت چند روز پیش چند سال پیش تو کار کردم مزدم نگرفتم، گفتم پیشت باشه برمیگردم. من همونم. اونم آماده بود. گفت بیا برادرم الحمدلله که آمدید، که این امانت واقعا کمر منو خم کرده بود. بردش داره، گفت این گله گاو، این گله شتر، این گله بز و گوسفند، این پارچه ها در اون انبار باز کرد، اینا همه مال خودته. گفت فلانی از من مسخره میکنی؟ من که این همه مال نداشتم. گفت درسته تو نداشتید، ولی اون مبلغ تو این چند سال من تو تجارت انداختم، خدام برکت داده. اینا همش مال خودته، هیچ چیزش مال من نیست. اونم مطمئن شد که این صادقه همش مال خودشه.
همه رو به سینه انداخت، هرچند میتونست بار شطور کرد و چارپایان کرد و گله هاش و هرچی مال و املاک داشت به سینه انداخت و رفت. اینم گفت الحمدلله که امانتت پس گرفتید. گفت خدایا اگر این امانتداری رو صرفاً در امانت خیانت نکردم به خاطر تو و این امانت رو نگه داشتم و سالم و کمال و تمام به صاحبش برگردوندم، خدایا مشکل ما رو حل کن. صخره تکان خورد، غلطید یک طرف، هر سه نفر در آمدن خوشحال شدن. هر کدوم از ما قطعا یه جایی برای شهرت کار کرده، تو دلش آمده اگه اینجا تعریفش نکنن ضایع میشه، باید تعریفش بکنن. شده یا نشده؟ انسانه، ضعیفه، کمبود داره. چرا باید به خدا بگیم مواظبمون باش؟ چرا همیشه باید نیتمون تجدید بکنیم؟ چرا باید یه جمع خوبی داشته باشیم که همیشه به هم تذکر خیر بدیم؟ وگرنه خودخواه میشیم، مغرور میشیم، حسود میشیم، دیدن تنگ میشیم، کم طاقت میشیم. باید تعریفمون بکنن. خیلی وقتا تو نمازمون هم مشکله. اگه دیدیم یه نفر آدم با وجاهتی کنارمون ایستاد، نمازمون یکم سنگین‌تر و درست‌تر و فلان، ولی تو خونه وقتی نماز میخونیم چقدر سریع میخونیم. پس کسی نیست که مشکل نداشته باشه، ولی کسی هم نیست که تو پروندهش نکات درخشان نباشه. هر کسی 40-50 سال از خدا وام گرفته، یک بار، دو بار، 10 بار، 100 بار کاری به خاطر خدا انجام داده. همون 100 بار به دردت میخوره. اگه یک بار، همون یک بار دستگیرته. این 3 نفر 3 تا نقطه درخشان رو پیدا کردن، هر کدوم یکی به دردشون خورد. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز. این نیکی باید به خاطر خدا باشه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. چقدر خوبه که این پاکی ها و خوبی ها رو و مثبت ها به خاطر خدا، اصلا کل پرونده ما پر از خوبی باشه که هر کدومش بگیریم خدا اینو به خاطر تو انجام دادم، خدایا کمکمون بکن. دیگه خدا حرف تو بر نگردونده. اینم توسل به اعمال صالح خودت در زندگی. اما توسل سوم، توسل به دعای انسانهای صالح در حیاتشون. بالاخره در همسایگی شما، در جمع شما، در جامعه شما کسانی هستن، در روستای شما، در محل کار شما کسانی هستن که بهشون اعتقاد دارید که اینا به خدا نزدیکترن و صالحن. خودت برای خودت دعا میکنید، ولی میدونید که افرادی هستن که اینا صالح ترن، خوبن، بهش اعتقاد دارید، دلت باش صافه. در حیاتشون میتونی متوسل به دعای خیرشون بشی. امام مالک رحمت الله علیه در مسجد پیامبر حلقه علم بزرگی داشت، میگفت که صف اول مسجد پیامبر پیرمردهای نشستن، فقرا، مساکین، که ما وقتی میخوام دعایی از خدا به طلبی، میریم به دعای اونها متوسل میشیم. برای ما دعا بکنید، اما حدیث ازشون قبول نمی کنیم، چون حدیث علمه، علم ندارن، ولی اونقدر صاف و پاک و خالص و بیریان که اگر دعایی میخوام، و در صدر اسلام هم کسانی بودن مستجاب الدعا بودن. حضرت عباس عموی پیامبر رضی الله عنه میفرمایند که حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات بود، وقتی قحطی در مدینه و اطراف مدینه میافتاد، متوسل میشدیم به دعای خیر پیامبر، یا رسول الله برای ما دعا بکن تا قحطی خدا برطرف بکنه. مشهور است که پیامبر صلی الله علیه و سلم روی منبر مدینه خطبه میخوندن، قحطی در مدینه واقع شده بود، بارندگی قطع شده بود.